سلام مخلصم. آقا ما دست اول بتونه رو روی ماکت زدیم و الان میریم که با سنباده 150 کل بدنه و علل خصوص اون قسمتایی که بتونه زدیم و صاف و سیف کنیم که نتیجهش شد اینم یه دست بتونه کارساز نیست. دوباره بردمش. آقا اینم جاییه که برای بتونه کاری، رنگ کاری و غیره با کمترین وسایل ساختمش. رنگ آستر یا همون رنگ توسیمونو برمی‌داریم و شروع می‌کنیم به پاچش روی بدنه به طور خیلی دقیق و منظم که نتیجهش شد این و این و خلاصه بعد یکم سنباده شد این. دوباره بتونه رو برمی‌داریم و شروع می‌کنیم به ترکیب بتونه و خوشکن قرمز رنگی که داره. این کار باید به طور خیلی دقیق انجام بشه. زمان بر هست ولی خب تو که تا اینجای ویدیو اومدی یه لایک نمی‌کنی، یه نظر به ما نمیدی. خلاصه که کم کم شروع می‌کنیم به بتونه کاری اون قسمتایی که ایراد دارن و نیاز به بتونه دارن. اینم از پارت سوم بازسازی و خلاصه اینم از نتیجه بتونه دست سوم.